1.5 دهه اخیر همکاری‌های افغانستان و تاجیکستان در ساحات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تجارتی و ترانزیتی در چارچوب دوجانبه و چندجانبه بیشتر از پیش گسترش یافته است که آغاز مراحل تطبیقی پروژه کاسا 1000 و پروژه خط آهن آسیا ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان و تلاش‌های هر دو کشور در جهت تطبیق پروژه خط آهن 5 جانبه چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران نشانه بارزی از همکاری نزدیک افغانستان و تاجیکستان در استفاده بهینه‌ای از موقعیت مساعد هر دو کشور برای اتصال کشورهای منطقه از راه ترانزیت و انتقال انرژی می باشد. در ملاقات سودمندی که امروز با جناب آقای اسلوف داشتم، راه‌های گسترش هرچی بیشتر همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، حمایت کشورهایمان از همدیگر در مجامع و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، رسیدگی به نگرانی‌ها، چالش‌ها و تهدیدات مشترک و استفاده از فرصت‌های مشترک را به گونه همه‌جانبه به بحث و بررسی گرفتیم. بحث روی نگرانی‌های مشترک از ناحیه تهدیدات امنیتی بخش مهمی از اجندای ملاقات امروزمان بود. جمهوری اسلامی افغانستان نگرانی جمهوری تاجیکستان از تهدیدات تروریستی را به خوبی درک می‌کند و من امروز مجدداً به جناب آقای اسلوف اطمینان دادم که تأمین امنیت سرحدات میان کشورهایمان از اولویت‌های نیروی ملی دفاعی و امنیتی افغانستان بوده و به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهند که از سرزمین ما امنیت کشورهای همسایه را آسیب رسانند. فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان یک مشکل داخلی نبوده بلکه ابعاد منطقه‌ای و جهانی دارد. گروه‌های متعدد تروریستی از کشورهای مختلف منطقه به افغانستان آمده و با برهم زدن امنیت و ثبات در قلمرو ما می‌خواهند از آن برای تهدید نمودن کشورهای منطقه و جهان استفاده کنند. اما نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان در خط نخست مبارزه با این گروه‌ها قرار داشته و در واقع به نیابت از منطقه و جهان در این را همه روزه قربانی می‌دهند. چنانچه تهدید تروریسم نه تنها متوجه افغانستان بلکه متوجه کشورهای منطقه و جهان نیز است. ما همواره تأکید ورزیده‌ایم که برای مبارزه مؤثر با آن به تشریک مساعی و همکاری بیشتر منطقه‌ای و جهانی نیاز است. در ملاقات امروز توافق نمودیم که افزون بر تروریسم، افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، تولید و قاچاق مواد مخدر و جرایم دیگر به عنوان چالش‌های در هم تنیده و به هم پیوسته مایه نگرانی مشترک افغانستان و تاجیکستان بوده و نیاز است که هر دو کشور با هم و با کشورهای دیگر منطقه و فراتر از آن برای رفع این نگرانی‌های امنیتی کار نمایند. به منظور همکاری هرچی بیشتر در تأمین امنیت سرحدات میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان و تبادله اطلاعات میان نهادهای امنیتی و تماس‌های مستقیم میان فرماندهان نیروهای سرحدی دو کشور و توافق نمودیم.